شرکت آریان سیستم امروز یه رویداد تقریبا بزرگی داره برگزار میکنه که 5مین رویداد توی 5مین استان هستش. آریان سیستم یه شرکت نرم افزاریه که تو حوزه سیستم مالی اداری فعالیت داره. توی این رویداد ما قراره که یه سیستم جدیدی که تولید کردیم عرضه بکنیم به عنوان محصول جدید آریان تک که بیشتر بر مبنای AI استفاده شده و تولید شده و توسعه پیدا کرده و انشاءالله در سال 1404 به بازار عرضه میشه. سیستم‌های قدیم سیستم‌های تقریبا سنتی بودن که از هوش مصنوعی توشون استفاده نکرده بودن، ولی خب ما تو این سیستم جدید سعی داریم که از فناوری‌های مثل AI و BI بیشتر توی سیستمون استفاده کنیم و از تکنولوژی روز دنیا استفاده بکنیم. این مخصوص شرکت‌های بزرگ و برای شرکت‌هایی که بر ساختار ابر میخوان استفاده بکنن و به صورت کلود میخوان نرم افزار استفاده بکنن، چون که در آینده نچندان دور بحث نرم افزار دیگه از اون حالت آن پرمیس خارج میشه و میره به سمت بحث کلود و این سیستم جدید بر پایه کلود طراحی شده و با مدل و معماری میکرو سرویس هستش. شرکت‌ها یا مدیران مالی از سیستم‌های یک پارچه دارن استفاده میکنن، میتونن به صورت لحظه گزارشات مالی خودشون رو تهیه کنن، میتونن سود و زیان خودشون رو محاسبه کنن، میتونن تراز آزمایشی بگیرن، حتی از طریق AI میتونن حسابرس‌ها اطلاعات و پیشنویس گزارش حسابرس خودشون رو تهیه بکنن.